درود خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. از آکادمی اقتصاد امروز در خدمتتون هستیم با جلسه دوم از سری کلاس های ارزهای دیجیتال یا همون کریپتوکارنسی ها، متاورس و NFT. تو جلسه گذشته در مورد مبحث ارزهای دیجیتال یه سری صحبت هایی کردیم از اینکه هدفمون از برگزاری این دوره چیه. هدفمون از برگزاری این دوره مجدد عرض میکنم خدمتتون، از اینکه بتونیم بدون اینکه سرمایه ای رو وارد بکنیم در ارزهای دیجیتال بتونیم برای خودمون ثروت بسازیم از طریق پلتفرم هایی که در اختیار ما قرار گرفته یا ابزارهایی که در اختیار داریم برای شروع این فعالیت. نمونه‌اش هم مثال زدیم، در مورد ارز دیجیتال بیت کوین صحبت کردیم، گفتیم که در شاید سال 2010 تا 2011-12 شما اگر یک سیستم معمولی داشتید و اونو به بلاک چین بیت کوین وصل مرتبطش میکردید برای ماین این ارز دیجیتال، روزانه بهتون 52 عدد بیت کوین میداد. یا اگر در سال 2012 یا 2011 این ارز دیجیتال که قیمتش حدود 1 تا 3 دلار بود رو خریداری میکردید و در حال حاضر میتونستید سرمایه خوبی رو برای خودتون جمع آوری کرده باشید. مبحث بعدی بازم عرض کردیم در مورد اتریوم، گفتیم که در سال 2013 تا 2014 میتونستید واردش بشید با مینیمم سرمایه‌ای که وارد میکردید، یا در ارز دیجیتال دوج کوین، شیبا و غیره‌ای که در حال حاضر هم وجود داره. این مبحث توی بحث NFT ها و متاورس هم وجود داره. شما در سال 2021 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، اگه پروژه یاکوزا رو یا آزوکی رو اگه ماین میکردید NFT شو و برای خودتون میتونستید داشته باشید، در صورتی که این NFT به صورت رایگان ارائه میشد. یا اگه برگردیم سال 2017 کریپتو پانک هم به صورت رایگان و به صورت فری مایند بهتون ارائه میشد و اگر اون زمان اونا رو میگرفتید در حال حاضر میتونستید در خودتون سرمایه خوبی رو جذب کنید و داشته باشید. همینجوری هم مبحث در گیم ها هم همین مسئله هست و شما اگر در گذشته وارد مبحث گیم ها میشدید در حال حاضر میتونستید ارزهای دیجیتال خوبی رو هم از بیت کوین، اتریوم یا ارزهای دیگه برای خودتون ماین داشته باشید و ازش بهره ببرید. در مبحث دیگه عرض کردیم که شما کار دیگه‌ای که میتونید انجام بدید اینه که میتونید وارد پروژه ها بشید، پروژه های ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین و اتریوم، و اونجا بتونید با همکاری یا مشارکت در پروژه بتونید مسیر خوبی رو بر خودتون هموار بکنید. گفته بودیم که ما وقتی که میتونیم از طریق وبسایت هر ارز دیجیتال وارد مشارکت های اون ارز بشیم و بتونیم برای خودمون باز درآمدزایی یا اعتبار توسعه دهندگی برای خودمون کسب کنیم. بله، مجدد برمیگردم سر مبحث جلسه دوممون که بحث اولی که میخوام براتون عنوان بکنم بحث گذاشتن زمان در این بازار. درست عرض کردیم که ما سرمایه نقدی میتونیم وارد نکنیم در ارزهای دیجیتال، ولی از اون سمت نیاز به این داریم که حتما زمانمون رو در این بازار سرمایه گذاری بکنیم و تا بتونیم ازش کسب درآمد خوبی داشته باشیم. متاسفانه هنوز کسی در کلاس حضور پیدا نکرده. همونجوری هم که قول داده بودم کلاس رو ضبط میکنم و در کانال تلگرامی قرار میدم تا اینکه دوستان بتونن ازش بهره ببرن. بله، عرض میکردم که باید حتما زمان توش بذارید. برای مثال من خودم به زمانی که میخواستم شروع کنم روزانه 2 ساعت زمان برای خودم در نظر گرفته بودم که در اون 2 ساعت میومدم و میرفتم و سرچ میکردم و پژوهش میکردم در مورد اینکه اصلا ارزهای دیجیتال چی هستن، چیکار میخوام بکنن، در حال حاضر کجان، در آینده کجا خواهند بود و مسائلی از این قبیل که مطمئنا میتونیم تو مسیر بیشتر در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. برمیگردم تو کوین مارکت کپ، قیمت ارز دیجیتال بیت کوین رو هم میبینیم امروز با حدود 2.22% نزول در قیمت 62917 دلار در حال نوسان در محدوده 62000 و مطمئنا
در آینده باید منتظر بود تا ببینیم چه اتفاقی برای این ارز دیجیتال میفته. از اونجایی هم که ما کم کم وارد آلت سیزن میشیم، طبیعتا اگر بیت کوین رشد داشته باشه در مبحث آلت سیزن ها میتونن یک رشد شارپی داشته باشن و اگر بیت کوین نزول داشته باشه باز هم آلت کوین ها میتونن رشد خوبی رو تجربه بکنن. چرا؟ چون افراد سرمایه گذاری که در این بازار حضور دارن ارزهای دیجیتالشون رو یا سرمایه خودشون رو بین بیت کوین و آلت کوین ها دائما در حال بازی هستن که بتونن سود بیشتری رو ازش کسب بکنن. مجدد برمیگردیم سر مبحث خودمون. پس عرض کردم خدمتتون که بهترین چیزی که تنها چیزی که نیاز دارید براش ارائه بدید زمانه و نیاز به این دارید که حتما زمان رو مد نظر قرار بدید، در غیر این صورت هیچ اتفاقی براتون نخواهد افتاد. در هر شغلی هم به همین شکله. شما اگه وارد هر شغلی بشید نیاز به این دارید که توش زمان بذارید و اگه زمان نذارید طبیعتا اون شغل یا اون کسب و کار با شکست براتون مواجه میشه. بله، میخوام برگردم در مورد مسئله بلاکچین یک صحبتی بکنم که اصلا بلاکچین چی هست و ما چگونه میتونیم از بلاکچین استفاده بکنیم تا بتونیم من دنبال تخته وایت بورد دارم میگردم تا اینکه بتونم بله اینجاست تخته. بله همونجور که عرض میکردم بذارید این اشتراک رو بردارم تا بتونید راحت‌تر ببینید مبحث. بله عرض میکردم بلاکچین یک شبکه‌ایه که در بستر وب 3 فعالیت میکنه و یک مبحث غیر متمرکزه. چرا میگیم غیر متمرکز و غیر قابل هک شدنه؟ چون بلاکچین یک مجموع از بلاک ها یا شبکه‌ای از بلاک هاست که میتونیم ما به این شکل در نظر بگیریمش. ببخشید یکم من نقاشیم خوب نیست، به بزرگواری خودتون ببخشید. اگه بهم اجازه بدید چند لحظه که بتونم از موس استفاده بکنم شاید شرایط نقاشی ما بهتر بشه و شما هم بتونین بله بله ما اگر این رو یک بلاکچین مد نظر قرار بدیم، همینجور که مشاهده میکنید ما یک بلاکی داریم، یک تعداد بلاکی داریم که در یک زنجیره‌ای با هم دیگه قرار دارن که ما به این میگیم بلاکچین. و اگر ما بخوایم در این بخش یا این بخش یا این بخش یا این بخش
یک تغییراتی به وجود بیاریم نیاز به این داریم که تمام بلاک های قبلی رو تغییر بدیم و این کار در بلاک چین میشه گفت غیر ممکنه. چطور غیر ممکنه؟ ما میبینیم که در این بخش ابتدایی ما اسم رضا رو داریم، در بعد اسم احمد رو داریم، دانیال رو داریم، لیدا و اسماعیل رو داریم. ما اگر بخوایم یکی از این بلاک ها رو بر فرض مثال حذف بکنیم، طبیعتاً بلاک های قبلیش همش حذف خواهند شد. به چه شکل؟ همینجور که مشاهده میکنید ما در اینجا رضا حروف آخرش میاد مجدد در اینجا قرار میگیره و اسم احمد رو شکل میده و باز اسم احمد یا بلاک احمد از بلاک قبلی تشکیل شده که دانیال هست و دانیال هم از بلاک قبلی که لیدا هست و در انتها هم که اسماعیل قرار داره. اگه توجه بکنید ما حرف آخر تمام اینها رو در بلاک بعدی داریم که این کار باعث میشه که تمام این بلاک ها به هم دیگه مرتبط میشن و اگر نیاز به این باشه که ما بخوایم یکی از این بلاک ها رو سانسور یا حذف یا هر اتفاقی براش به وجود بیاریم نیاز به این داریم که تمامی بلاک های در گذشته رو براش این مسیر رو به وجود بیاریم و در اینجا اونا رو تغییر بدیم. مبحث بلاک چین مبحث بسیار پیچیده و بسیار گسترده، بسیار مشاغل به وجود آورده. همینجوری که مطمئنا مستحضرید ما در حال حاضر در بحث پلتفرمی مثل اینستاگرام انواع اقسام کسب و کارها توش موجود هستش و تمام کسب و کارها در گذشته طبیعتا به این شکل نبوده و زمانی که ما وارد بستر فضای مجازی شده بودیم اصلا تصورش رو نمی کردیم که بشه از یک صفحه‌ای مثل اینستاگرام اینقدر درآمد زیادی داشت و اگر میدونستیم از ابتدا این کار رو و فقط نیاز به این بود که در روز نیم ساعت شروع کنیم از زندگی عادیمون یک سری پست هایی بذاریم و بعد از 2 سال 3 سال 4 سال میتونستیم تعداد فالوورهای بسیار زیادی داشته باشیم و از اون بتونیم یک کسب درآمد بکنیم. در مبحث بلاک چین ها هم به همین شکله ولی خب خیلی گسترده تر از بحث اینستاگرامه. چرا؟ چون من به شخصه بلاک چین رو به نفت یعنی تشبیه میکنم. میگم روزی که روز ابتدایی که نفت به وجود اومده بود و تونستن کشفش بکنن طبیعتاً افراد نمیدونستن که چه کارهای بسیار زیادی باهاش میشه انجام داد، در صورتی که اگه همین حالا توجه بکنیم به هر چیزی که از خوراکی ها، اشیا یا تمام چیزهایی که ما داریم ازش استفاده میکنیم از مواد نفتی به وجود میان. پس مطمئن باشید که ما به زودی گسترش بحث بلاک چین رو خیلی زیاد خواهیم داشت، همونجوری که در گذشته و در شاید سالهای گذشته زمانی که ما می‌خواستیم وارد بحث ارزهای دیجیتال بشیم، موقعی که صحبت می‌کردید با یه ارگان یا جایی میگفتن اصلا این کار غیر قانونیه و شما اصلا حق ندارید واردش بشید. نه تنها بحث کشور ما ایران باشه، در تمام جای دنیا به همین شکل بود، حتی کشور ایالات متحده. ولی هرچی رفتیم جلوتر و دیدن کسی نمیتونه جلوشو بگیره، پس طبیعتا اومدن و باهاش راه اومدن و کم کم شروع کردن قوانین رو براش ترسیم کردن. چرا؟ چون میدونن که میشه ازش به خوبی استفاده کرد و اگر وارد مبحث اقتصادی بشه وارد شفافیت بسیار زیاد میشه. طبیعتا شفافیت در هر کشوری میتونه تولید ناخالص ملی اون کشور رو بسیار بسیار تغییر بده و میتونه بر همون اساس کشور و افرادی که در کشور زندگی میکنن بتونن شرایط بهتری رو از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشن. همونجور که مطمئنا سرچ کردید از جلسه گذشته، ما در مبحث بلاک چین ها 3 نوع بلاک چین داریم. ما بلاک چین عمومی داریم، بلاک چین خصوصی داریم و بلاک چین کنسرسیوم. ما بلاک چین عمومی، خصوصی و کنسرسیوم رو داریم. بلاک چین کنسرسیوم بلاک چینیه که کشورها ازش در کارهاشون استفاده میکنن و این کشورهایی که در این مبحث وارد میشن مثل ایالات متحده، مثل حتی خود کشور ما ایران، ما در حال حاضر ارز آیارتی ما بر بستر کنسرسیوم بر بستر بلاک چین کنسرسیوم شکل گرفته و در حال حاضر داریم از این نوع بلاک چین استفاده میکنیم. عرض کردیم ما بلاک چین خصوصی هم داریم. بلاک چین خصوصی
ارزهای دیجیتالی هستن، ارزهای دیجیتالی که ما اونها رو با نام کوین میشناسیم. ارزهایی که ما اونها رو به نام کوین میشناسیم و یعنی چی؟ یعنی بلاکچین خصوصی خودشون رو دارن و از بلاکچین خودشون پیروی میکنن، مثل ارز دیجیتال بیت کوین، مثل ارز دیجیتال اتریوم، مثل ارز دیجیتال بایننس، مثل ارز دیجیتال TRX و ارزهای دیجیتال دیگه‌ای که مطمئناً میشناسید و در طی سرچ کردن هاتون و آموزش دیدن هاتون مطمئناً با همشون برخواهید خورد. بلاکچین عمومی هم بلاکچین هایی هستن که دسترسی میدن به سیستم های دیگه، به پروژه های دیگه و به ارزهای دیگه، مثل ارز دیجیتال اتریوم که در حال حاضر ارز دیجیتال شیبا بر بستر ارز دیجیتال اتریوم در بلاکچین عمومی این ارز دیجیتال فعالیت میکنه، یا بر فرض مثال ارز دیجیتال بیبی دوج کوین یا حتی خود ارز دیجیتال دوج کوین بر بستر بلاکچین بایننس فعالیت میکنن و ارزهای دیجیتال دیگه ای هم که طبیعتاً جلوتر و بر اساس نیازها و سرچ هایی که دارید مطمئناً میتونید بیشتر ببینید و پیداش بکنید. و این مبحث بلاکچین بود، خواستم یک توضیحاتی در مورد بلاکچین هم عرض کرده باشم خدمتتون و پس از اونم میریم در مورد تاریخچه ارزهای دیجیتال یک صحبتی بکنیم که پس از اون بریم مجدد و ادامه جلسه دوممون رو داشته باشیم. فکر میکنم این باید تخت پاک کن باشه اگه اشتباه نکنم. بله، میریم در بخش ارزهای دیجیتال و ارز دیجیتال بیت کوین. همونجور که مستحضر هستید ارز دیجیتال بیت کوین اولین ارزی بود که ما در ارزهای دیجیتال اونو داشتیم. این ارز دیجیتال توسط آقای ساتوشی ناکاموتو در ابتدا در سال 2009 اولین مقاله و دامنه‌اش رو ثبت کرده و پس از اون تونسته اولین بلاک یا بلاک آفرینش خودش رو به وجود بیاره تا اینکه ارزهای دیگه بتونن توش فعالیت بکنن. این ارز تعداد 21 میلیون عدد کلا ازش وجود داره و کار اصلیش هم تعیین یا تعیین شبکه برای تمام ارزهای دیجیتال بوده. در ابتدا تمامی ارزهای دیجیتال بر بستر ارز دیجیتال بیت کوین فعالیت میکردن و رفته رفته با آگاهی بیشتر و دانش بیشتر هر ارزی تونسته بلاکچین های خصوصی خودش رو به وجود بیاره و از اونجا شروع به فعالیت بکنه. از اینکه ارز دیجیتالی از بلاکچین خصوصی استفاده بکنه یا اینکه بلاکچین عمومی دلیل بر خوب یا بد بودن این ارز دیجیتال نیست. این ارز دیجیتال ما اگه در ابتدا و در سال 2013 بله 2010 2011 ما اگه در سال 2011 یا حتی اوایل 2012 ما در اینجا حدود $300 بود میایم در ابتدا و اولین قیمت هایی که داشته حدود $2 تا $3 بوده. در بازه زمانی 2011 بوده که حدود $2 تا $3 قیمت داشته و پس از اون و بر اساس گسترش بازار این اتفاق رفته یعنی مسیر صعودی تری رو به خودش گرفته و تونسته قیمت $70,000 رو هم ببینه که امروز در محدوده $62,000 در حال نوسان. همینجوری هم که از این قسمت زیر قیمت ارز دیجیتال بیت کوین میبینیم ما ارز دیجیتال بیت کوین از ابتدای کارش حدود 101 میلیون درصد رشد داشته که رشد بسیار چشمگیریه در حداقل 15 سال گذشته. ما هر جلسه اولم عرض کردم خدمتتون که برای شروع سرمایه گذاری کمپانی ها، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری برای اینکه بخوان در وارد پروژه یا سرمایه گذاری بشن اولین قدمی که برمیدارن اینه که سرمایه های دیگه کشور یعنی سرمایه ها یا
سرمایه‌گذاری‌های دیگر رو بر اساس همدیگه میسنجن تا اینکه ببینن در چه سرمایه‌گذاری میتونن حضور داشته باشن. بله، هیچ سرمایه‌گذاری به نظر من وجود نداره که در 15 سال گذشته 101 میلیون درصد رشد کرده باشه. چه بسا اینکه ما ارزهای دیجیتال دیگه ای را هم داریم که بیشتر از این محدوده حتی رشد داشتن. مبحث ارزهای دیجیتال رو باز بررسی میکنیم. در دنبال اولین مقاله ارز دیجیتال بیت کوین میگردم که اینجا نیست و نیاز به این دارم که از خود سایت وارد بشم که متاسفانه چون پلتفرم آنلاین آموزان بر اساس VPN فعالیت نمیکنه و اگه VPN روشن کنیم قطع میشه. برای همینم چون نمیخوایم قطع بشه طبیعتاً واردش نمیشیم و میذاریمش که برای آینده بخوایم مجدد بررسیش داشته باشیم یا اینکه خودتون برید و بررسی بکنید. چیز زیاد مهمی نیست، فقط میخواستم مقاله رو نشون بدم خدمتتون. بله، جلسه گذشته عرض کردیم ما برای اینکه بخوایم شروع ارزهای دیجیتال رو داشته باشیم نیاز به یک صرافی داریم، نیاز به یک ولت داریم و نیاز به پلتفرم های مجازی هست که ما بتونیم اطلاعات مورد نیازمون رو از اونجا دریافت بکنیم و تو مسیر داشته باشیمشون. مطمئنا دوستانی که کسی اومد تو کلاس برای جناب شفق، اگه اشتباه نکنم جناب شفق اگه امکانش هست این که بفرمایید به ما توی کوین مارکت کپ ثبت نام کردید یا اینکه در صرافی و ولت رو نصب کردید یا اینکه نه هنوز این کار رو انجام ندادید. چون ببینید ما کارمون یه جورایی شبیه برنامه نویسیه، به خاطر گستردگی بسیار زیاد نیاز به این داریم که قدم به قدم با هم دیگه پیش بریم و بتونیم کارهای درستی رو انجام بدیم. بله، هنوز انجام ندادید پس حتما انجام بدید. چرا؟ چون کل کار انجام دادن اون کار. شاید بگید من در صرافی هم ثبت نام نکردید جناب شفق، سرکار شفق البته اگه اشتباه نکنم. سعی کنید اگر واقعا میخواید موفق بشید در این بازار و اگه میخواید کارتون بیهوده نباشه حتما روزانه زمانی رو برای خودتون مشخص بکنید. باز ابتدای جلسه هم عرض کردم که خودم به شخص زمانی که شروع کردم اومدم گفتم روزی 2 ساعت حتما باید توش فعالیت داشته باشم. حالا فعالیت ها بر اساس مقالات متفاوت بود در اون زمان و این زمان، ولی در حال حاضر بسیار به راحتی میتونید اون زمان رو بذارید و با سرچ کردن و خوندن شاید کمتر از 10 تا دونه مقاله شما میتونید بدونید که در ابتدا شما به چه چیزهایی نیاز دارید و چگونه میتونید توی اون مبحث ثبت نام بکنید. اگر فقط شنونده این کلاس باشید در آینده شاید اطلاعاتتون بیشتر بشه در این بازار، ولی از اینکه چیزی عایدشتون میشه خیر، همچین چیزی نیست و متاسفانه شما تو هر کاری هم وارد بشید اگه زمان نذارید طبیعتاً نمیتونید اون دستاورد و چیزی که میخواید رو داشته باشید. بذارید من تخته رو پاک کنم تا اینکه بریم سر مبحث مجدد ارز دیجیتال. همونجور که تو جلسه گذشته عرض کردیم ما قرار شد از مبحث‌های رایگانی که در سایت‌ها و پلتفرم‌ها وجود داره مثل ارزهای دیجیتال که جلسه گذشته رفتیم دیدیم و نبود، در حال حاضر هم در وایت بورد روبرو میبینم که نیست و مجدد برمیگردیم تو همون مبحث NFT ها. ما در بخش کریپتوکارنسی، مبحث NFT، بخش آپکامین سل میتونستیم NFT های رایگان رو برای خودمون داشته باشیم و دریافت بکنیم. همونجور که مشاهده میکنید در حال حاضر ما گزینه‌های فری زیادی رو میبینیم که میتونیم ازش استفاده بکنیم. دوستان ببینید برای دریافت NFT ها شما نیاز به این دارید که در دیسکورد اون پروژه ثبت نام بکنید و از دیسکورد بتونید اون پروژه رو دنبال بکنید تا اینکه تاییدتون بکنه و در توییتر
طبیعتا این دوتا پلتفرم هم نیازه که داشته باشید. پلتفرم دیسکورد میتونست پلتفرم جایگزینی برای بحث تلگرام باشه، ولی خب با آپدیت چند روزهای گذشته و هفته‌های گذشته و حتی ماه‌های گذشته تلگرام طبیعتا میتونه جایگاه قوی‌تری رو تلگرام در آینده داشته باشه. ما با اجازهتون میریم در اینکه بخوایم ثبت نام هامون رو داشته باشیم. بازم نیاز به VPN داره متاسفانه و ترجیح میدیم این کار رو هم در ویدیوی دیگه یا جداگونه براتون آماده بکنیم. بذارید من یادداشت کنم چیزایی که میخواستم. ثبت نام در NFT های کوین مارکت کپ. بله اینو هم پس از جلسه حتما اینو بارگذاری میکنم. جلسه اول رو نتونستم بارگذاری کنم متاسفانه بر حسب اتفاق. زمانی که اومدم بازش بکنم متاسفانه جلسه گذشته رو ضبط کردم ولی پاکش کردم و دیگه بهش دسترسی ندارم، ولی از این جلسه حتما بارگذاری میکنم در گروه تلگرام که بتونید ازش به طور کامل استفاده بکنید. ما 18 تا ثبت نام شونده داریم در گروه ولی متاسفانه تعداد زیادی شرکت نمی‌کنن، بنا به دلایل‌های خاصی، شاید کار دارن واقعا و نمیرسن، چون با وجود زمانی هم که داره طبیعتا اکثر افراد سر کاراشون هستن و متاسفانه نمیتونن در جلسه حضور پیدا بکنن. عرض می‌کردم که حتما وارد سایت ها بشید و ثبت نامتون انجام بدید. کار بسیار بسیار ساده‌ایه و میتونه بهتون کمک بکنه تا اینکه آگاهی بیشتری داشته باشید. زمان رو حتما بذارید اصلا یادتون نره و مباحث دیگه‌ای که عرض کردیم خدمتتون. در بخش NFT ها ما بچه‌های شرکت زحمت میکشن و پروژه های مستعد رشد NFT نه در بحث کوین مارکت کپ، در سایت های دیگه و سایت های مرجعی مثل فریمایند پیداش بکنن و بررسیش بکنن و پس از اینکه دیدن پروژه خوب و جونداریه اونو با بقیه به اشتراک بذارن و در درجه اول خود شرکت تو اون ثبت میکنه و همه رو در کانال تلگرامی که همه دوستان حضور دارن توش مطمئنا میتونن واردش بشن و استفاده بکنن ازش. طبیعتا در جلسه و پس از این سعی میکنم ثبت نام در فریمایند ها رو در گروه بارگذاری بکنم که بتونید زمانی که ما اون لینک ها رو براتون ارسال میکنیم، مثل کاش بشه که من صفحه رو کامل بکنم تا اینکه هر صفحه‌ای که من میرم شما هم با من تشریف بیارید تا اینکه اینقدر مجبور نشیم هیچ صفحه با خطا رو بله متاسفانه اجازه نمیده ما این کار رو انجام بدیم. پس ما میریم توی همین صفحه تا اینکه ببینیم آیا شما و صفحه تلگرام ما رو هم میبینید یا نه. بعد در گروه تلگرام برید، در گروه تلگرام اقتصاد امروز میبینید که یک سری لینک هایی براتون بارگذاری میشه و همش هم نوشته میشه که فریمایند یا فریمینت هست که میتونید از طریق اون فریمینت ها ثبت نام داشته باشید و خودتون رو در پروژه مشارکت بدید. مبحث بعدی که وجود داره بحث گیم ها هست. گیم هایی که ما میتونیم از طریق بازی کردن در فضای وب یا حتی تلگرام، چون بازی گیم هایی که تلگرام بارگذاری کرده خیلی گیم فوق العاده ایه و میتونید با حضور در اون گیم ها و بازی کردن بتونید
بتونید ارزهای دیجیتالی که ارائه میکنه رو با دریافت بکنید و اونا رو با نگهداری و سرمایه گذاری میتونید انجام بدید. خیلی در مورد ارز تون کوین ازم پرسیدن یا نات کوین، البته ببخشید تون کوین که ارز اصلی تلگرامه. تون کوین ازم پرسیدن. ببینید شما در 3 تا پروژه، یعنی فاز 1 داره نات کوین، فاز 2 داره و فاز 3. شما در فاز 1 اگه ثبت نام می‌کردید پایان فاز 1 میتونستید ارزهای نات کوینتون رو بفروشید. در حال حاضر هم کانال‌های تلگرامی به وجود اومده که ارز نات کوین رو میخره. به شخصه پیشنهاد نمی‌کنم برای فروش و صبر بکنید تا اینکه پروژه کاملا به پایان فاز 2 برسه و از اونجا به بعد بتونید شرایطتون رو بهتر بکنید تا اینکه با قیمت مناسبتر بفروشید و حداقل اطمینان از بازگشت وجه خودتون داشته باشید تو این پروسه. مبحث دیگه ای که باز میخوام در موردش خدمتتون عرض بکنم اینه که پروژه های مستعد رشدی که در ارزهای دیجیتال وجود داره میتونید واردش بشید. حالا وارد شدن در پروژه ارزهای دیجیتال نیاز به این داره که شما حداقل اطلاعات رو در مورد ارزهای دیجیتال بدونید، ولی از اینکه بخواید به شخصه خودتون سرمایه گذاری کاملی داشته باشید ترجیحاً سعی کنید در ارزهایی که در صفحه اول کوین مارکت کپ یا در نهایت در صفحه دوم کوین مارکت کپ موجود هستن. پس یعنی 200 ارز ابتدایی ارز دیجیتال هر کدوم رو ببینید. باز من پیشنهاد خرید نمیدم بهتون، ولی اگه هر کدومش رو بخرید طبیعتاً میتونید در بازه 3 تا 5 ماه سود بسیار بسیار خوبی رو برای خودتون کسب بکنید و داشته باشید. مبحث گیم ها بسیار مبحث پرطرفداریه. ببینید شما زمانی که وارد هر ارز دیجیتالی بشید تمام پروژه های گیم اون ارز دیجیتال موجوده. شما در حال حاضر بر فرض مثال وارد ارز دیجیتال بیت کوین بشید، امیدوارم بتونم به راحتی پیداش بکنم حداقل، چون بعد از اینکه آپدیت اینترنت انگار فالس پارازیت میندازن روش، از یه ساعتی به بعد انگار ضعیف میشه. از صبح تا حالا خیلی عالی و با سرعت خوبی بود، ولی الان یکم داره کند میشه که امیدواریم به همین شکل ادامه پیدا نکنه و به شکل قبل خودش برگرده. در آپدیت قبلی ما در صفحه اصلی هر ارزی که میرفتیم در سمت چپ سمت راست تصویر گزینه گیم های اون مرتبط با اون پروژه رو بهمون نشون میداد که الان میتونم با چند دقیقه گشتن مجدد پیداش بکنم. اگه مثل اینکه بارگذاری نشده در این قسمت که بتونید گیم های بله متاسفانه وجود نداره در تصویر در صفحه، ولی خب گیم هایی هستن که شما میتونید با ورود به اون گیم ها مثل ارز دیجیتال، مثل سند باکس یا دیسنترالند یا حتی آپلند که شما میتونید زمین ها رو به صورت رایگان دریافت بکنید، ولی در دیسنترالند و سند باکس شما فقط میتونید با ساختن تجهیزات در سندباکس، حداقل با ساختن تجهیزات به درآمد برسید که میتونه درآمد خوبی هم باشه. پس با اجازهتون من گزینه سندباکس رو هم اضافه بکنم. درآمدزایی سندباکس که این 3 تا
سه تا ویدیویی خواهد بود که من باید براتون بذارم. نمیتونم بیشتر از این ویدیوهایی رو، حالا میتونم یادداشت بکنم ولی در جلسات بعد یا در روزهای آینده اینو بارگذاری بکنم. امیدوارم که سندباکس رو حداقل باز بکنه، چون یه پروژه بسیار قویه. با نه متاسفانه اونو هم باز نکرد، همینجوری که مشاهده میکنید. و مجدد برمیگردیم توی ارزهای دیجیتال. ببینید برای کسب درآمد از صفر یا بدون سرمایه در ارزهای دیجیتال نیاز به این دارید که زمان کامل بذارید در این ارز دیجیتال و اگه زمان کامل نذارید طبیعتا نمیتونید آموزشاتون رو پیوسته و مداوم دنبال بکنید. پس طبیعتا سعی کنید حتما در طول آموزشتون، چه کلاس های آنلاینی که ما براتون برگزار میکنیم، چه در زمانی که ما نیستیم و شما دارید وبگردی میکنید برای کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه، حتما کاغذ خودکار فراموش نکنید و با کاغذ خودکار وارد این مبحث بشید. چرا؟ چون هر چقدر هم شما ذهن خلاق و پویایی داشته باشید، مطمئنا یه سری از مباحث از یادتون خواهد رفت و نمیتونید در این پروژه یعنی از زمانی که میذارید استفاده بهینه رو ببرید. مبحث بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنیم مبحث این که اصلا ارزهای دیجیتال برای چی هستن، چرا ارز دیجیتال بیت کوین به وجود اومد. در ابتدا عرض کردیم که ارز دیجیتال بیت کوین برای اولین قدمی که برداشت برای نقل و انتقالات مالی بدون واسطه در وایت پیپرش اعلام کرد و هرچی اومدیم جلوتر گستردگیشو بیشتر کرد و در حال حاضر پوشش تمامی شبکه‌های بلاکچینی از بلاکچین اتریوم شروع شده و نشأت گرفته و میتونیم اونو به عنوان مادر تمام ارزهای دیجیتال هم در نظر بگیریم. ارز دیجیتال بعدی که میخوایم در مورد مسیر کاریش صحبت بکنیم ارز دیجیتال اتریوم است. اتریوم بسیار پروژه فعال و کاملیه، بسیار سازنده فوق‌العاده‌ای داره و توسعه دهنده‌های بسیار با دانشی داره، همونجوری هم که بیت کوین داره. ولی خب بیت کوین یکم سکرت تره، یعنی ساتوشی ناکاموتویی که در کل کاملا وجود نداره و اون تیمی که در حال حاضر پشت این سازمان هست مطمئناً میشه گفت یک سری شرکت ها شاید باشن، یک سری افراد شاید باشن و نمیتونیم به سازنده این ارز هیچ دسترسی داشته باشیم. ولی ارز دیجیتال اتریوم ارزیه که آقای ویتالیک بوترین اونو ساخته، صاحب مالک ارز شیبا هم هست، مالک ارز فلوکی هم هست و ارزهای دیگه هم داره بر اساس پروژه هایی که معرفی میکنه. دوستان ما یک مبحثی به نام وب داریم. در کل وب ها هر کدوم بر اساس یک چیزی با نام دامین یا دامنه فعالیت میکنن. دامنه های گذشته یا دامنه های قبل در حال حاضر یه دامنه مثل دامنه کریپتو بست 88 یک دامنه متمرکز هست، یا دامنه کریپتو مازون یک دامنه غیر متمرکز هست که ما میگیم بهش متمرکز، یک دامنه متمرکز هست که ما بهش میگیم دامنه متمرکز وب نسل دوم و از همونجا قابل سانسوره، یعنی هر کشوری که اراده بکنه میتونه به راحتی شما رو سانسور بکنه. ولی زمانی که شما از دامنه‌های اتریومی یا اتریوم نیم سرورها استفاده میکنید، اونا اصلا قابل ردیابی نیستن، قابل سانسور نیستن و هیچ سایتی هم یا هیچ کشوری هم نمیتونه اون دامنه ها رو ببنده براتون. در کنارش در یک زنبزه یک چیزی جالب هم در مورد دامنه های اتریومی عرض بکنم خدمتتون. دامنه های اتریومی در ابتدا که ما وارد اون دامنه ها شدیم حدود سال 2022 ابتدای سال 2022 بود، ما دامنه ها رو به ارزش 700,000 تومان خودمون که اون زمان حدود $12 بود میخریدیم. توی اون زمان فردی اومد و دامنه آمازون رو ثبت کرد و پس از گذراندن چند سال، یعنی یک سال که سال 2021 میشه، خود شرکت آمازون پیشنهاد $1,000,000 به
این فرد داد برای دریافت دامنه و اون فرد هم خیلی کامل اعلام کردن که آقا من این دامنه رو نمیفروشم و اگه بخوام بدم بهتون بر اساس 5% از سهام شرکت آمازون بهتون میدم. دامنه های اتریوم یک زمانی ثبتش رایگان بوده کاملا و یک سری شرکت های مثل خود شرکت اتریوم و شرکت های مرتبط با اتریوم خیلی از دامنه هایی که ما حتی فکرش هم نمی کنیم رو ثبت کردن و در حال حاضر در پلتفرم بازار خودشون در بسته شد، در پلتفرم بازار خودشون در حال فروش هستن که این دامنه های بسیار، بذارید سندباکس علامتش اومد، امیدوارم که اومده باشه، نه خیر. بله عرض می‌کردم در حال حاضر ما از یعنی بس ارز اتریوم شده ارزی که بر بستر دامنه ها و هاست ها یا سرورها فعالیت میکنه، در بستر ایمیل ها فعالیت میکنه. شما در حال حاضر میتونید در اتریوم دامنه یا ایمیل اتریومی بسازید که ایمیل غیر قابل ردیابیه. باز مجدد اتریوم خوبیش اینه که بدون وی پی ان هم باز میشه و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، چون یک پروژه بسیار بسیار کامل و جامعیه. چرا میگیم کامل؟ چون ما مبحث ارزهای دیجیتال رو بر اساس غیر متمرکز بودنش میشناسیم و غیر متمرکز بودن بوده که اینقدر تونسته کمک بکنه تا افراد بیشتری هر روز که میگذره وارد این مبحث بشن. منتظر میمونیم تا باز بشه. دامنه های ایمیل های اتریومی رو در حال حاضر شما میتونید به صورت رایگان دریافت بکنید، ولی دامنه ها در حال حاضر شما نیاز به این دارید که خریداری بکنید بر اساس قیمت هایی که داره. قیمت هاش فکر میکنم از $3 $4 شروع میشه، چون دامنه های بسیار زیادی رو برای خودش به وجود آورده. من امیدوارم که اینترنت هرچی بله خوبیش اینه که زبان بله متاسفم که قطع شد تصویر. بذارید مجدد تصویر. بله در حال حاضر میبینیم که ما وارد صفحه اتریوم شدیم. اتریوم از آموزش ها داره. ببینید شما در تمام پلتفرم های ارزهای دیجیتال میتونید اون ارز دیجیتال رو آموزش ببینید که اصلا اصول اولیه اون ارز چیه، موضوعات پیشرفته‌اش چیه، بتونید حتی امتحان برید و مسائل دیگه‌ای که وجود داره. شما میتونید در ساخت این پروژه فعالیت داشته باشید، میتونید از طریق حالا سازمانی که هستید، شخصی هستید یا هر جای دیگه میتونید مشارکت هایی رو داشته باشید به عنوان جوامع یا جامعه های ارزهای دیجیتال و پژوهش هایی که میتونه بهتون کمک بکنه، همین که دانش خودتون رو ببرید بالا، همین که حتی وایت پیپر خود اتریوم رو آپدیت بکنید و نقشه راه جدید و حتی تحقیق و توسعه کاملی داشته باشید در مورد ارز دیجیتال اتریوم. در اتریوم شما میتونید گره اتریومی رو وصل بکنید، میتونید آغاز ساختش بشید، حتی میتونید قدم به قدم برنامه نویسی رو قدم به قدم با این پروژه جلو برید، چون کاملا آموزش میده کل برنامه نویسی رو و حتی برنامه نویسی که نیاز داره که اصلا به چه شکلی در غیر متمرکز فعال باشه. در مورد اتریوم توضیحات کاملی رو بهتون میده، در مورد سیستم های مالی یا سیستم های دیفای یا غیر متمرکز بهتون اطلاعات میده.
اینترنت، در مورد مبحث اینترنت جدید بهتون اطلاعات میده و در مورد اوپن سورس یا اینترنت باز کاملا در موردش باهاتون صحبت میکنه و میتونید ازش اطلاعات کاملی رو به وجود به دست بیارید تا اینکه بتونه تو مسیر ادامه ارزهای دیجیتال بهتون کمک بکنه. تو میتونید وارد پلتفرم یا پورتال توسعه دهندگانشون بشید یا گره های جدیدی رو باز بکنید یا اینکه جزء جامعه ارز دیجیتال اتریوم بشید با پیوستن در دیسکوردش و مسیرهای دیگه‌ای که در حال حاضر می‌بینیم در سایت اتریوم وجود داره و شما میتونید از اون مبحث ها استفاده بکنید برای پیشرفت و مسیر کاری خودتون. تمامی ارزهای دیجیتال این مسیرها رو دارن. شما وارد هر ارز دیجیتالی که بشید مطمئنا میتونید مسیر خودتون رو داشته باشید و بتونید وارد سایتش شدید و بتونید برای خودتون یک آینده بهتری رو خلق بکنید تا اینکه بخواید فقط نظاره‌گر در این بازار باشید. طبیعتا اگه نظاره‌گر باشید خب در نهایت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ولی بهتون قول میدم با گذران زمان حداقلی 2 ساعته میتونید سالهای آینده بهتری رو برای خودتون فراهم بکنید در مبحث ارزهای دیجیتال و NFT ها و متاورس. چرا؟ چون هرچی که میریم جلوتر طبیعتا جوامع بیشتری وارده یا افراد بیشتری وارد این ارزهای دیجیتال یا پروسه‌های بلاک چینی میشن. طبیعتا ما شغل‌های بسیار جدیدتری خلق میشه، مطمئنا پروژه‌های جدیدتری به وجود. همونجوری هم که میدونید پروژه توییتر وارد این مبحث شده، تلگرام وارد حوزه بلاک چین شده، در کنار شرکت‌های بزرگ یا بانک‌های بزرگی مثل بانک آف امریکن یا بانک جی پی یا مؤسسه مالی اعتباری جی پی مورگان یا شرکت جنرال موتورز که در حال حاضر با ارز دیجیتال شیبا وارد این مبحث شده و این ارز رو به عنوان ارز مبدأ خودش در نظر گرفته، یا شرکت اسپیس ایکس یا تسلا یا شرکت‌های مرتبط به آقای ایلان ماسک که بسیار در این پروژه و در این مبحث و بحث بلاک چین فعال هستند و میتونن به عنوان یک رهبر کامل در این مسیر حضور پیدا بکنن و کمک بکنن به رشد و ارتقای این سیستم. ارزهای دیجیتال دیگه ای هم هستش که دوست داشته باشید میتونیم واردش بشین، ولی خب ترجیح میدم که خودتون وارد این مبحث بشید. من وارد بحث صرافی ها بشم. ببینید دوستان، ما با ورود به صرافی نوبیتکس و تمام کردن ثبت ناممون میتونیم شرایط بهتری رو برای فعالیتمون کسب بکنیم و حداقل در یک صرافی ثبت نام کرده باشیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم برای چنج پولمون به دلار دیجیتال از ریال یا آیارتی. زمانی که این کارو میکنیم ما قدم بعدی که نیاز داریم قدم ولت هستش. ما نیاز به این داریم که تراست ولت رو نصب بکنیم. تراست ولت غیر متمرکزی هستش که برای ما ایرانی‌ها متاسفانه فیلتره و نیاز به این داریم که حتما با فیلتر شکن واردش بشیم و اگه غیر فیلتر شکن وارد بشیم حسابمون رو نمیبنده. ولی ما فقط برای جابجایی مالی ازش استفاده نمی کنیم. شما برای پیوستن به تمام کانال ها، شبکه ها و سایت های غیر متمرکز نیاز به این دارید که حتما از یک ولت استفاده بکنید که ما ترجیح میدیم از تراست ولت استفاده بکنیم. البته این واسه زمانیه که سرمایه‌تون زیر 100 میلیون تومنه. زمانی که میخواید سرمایه‌تون بالای 100 میلیون تومن رسید که بازم میگم اصلا سعی کنید پول واردش نکنید حداقل تا 1 سال آینده و سعی کنید از پروژه‌های رایگان استفاده بکنید برای ادامه مسیرتون. براش خیلی بسیار کار راحتیه. مطمئنا هممون دانلود کردن اپ ها رو به راحتی بلدیم. پس از اینکه دانلود میکنیم اپ ها رو، ما یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی داریم که طبیعتا از
کلید عمومیمون برای نقل و انتقالات مالی و از کلید خصوصیمون برای بازیابی ولتمون استفاده میکنیم. خاطرتون باشه که اصلا کلید خصوصی رو نباید در اختیار کسی قرار بدید، ولی خب کلید عمومی رو کاملا باید در اختیار افرادی که میخوان براتون ارز دیجیتالی رو واریز بکنن نیاز به این دارید که حتما براش ارسال بکنید. ما یک سایت آکادمی مجدد در بسته شد آکادمی اقتصاد امروز رو داریم در بخش امور مالی بازرگانی که منتظر میمونیم تا باز بشه لینکش رو براتون ارسال بکنیم. بله در این بخش هم ما میتونیم از این بخش استفاده بکنیم اگه اطلاعات کاملی نداریم در مورد ولت ها. در بخش ارزهای دیجیتال وارد میشیم و در قسمت پایین در مبحث کیف پولهای ارزهای دیجیتال میایم. کیف پولها رو کاملا معرفی میکنن بهتون و عبارتهای بازیابی و در مورد کلید عمومی و خصوصی که نیاز به این دارید بهتون اطلاعات میدن تا اینکه بتونید با حداقل اطلاعات وارد این مبحث بشید و بدون اطلاعات نمونید. در این بخش هم اگه بذارید من این صفحه رو هم رسانی بکنم خدمت شما. بله در اینجا ما میبینیم که ما اینجا یک کلید خصوصی وجود داره، یک کلید 12 کلمه‌ایه که اگه ولتتون گم بشه یا هر اتفاقی برای ولتتون بیفته شما با این 12 کلمه میتونید ولتتون رو مجدد بازیابی بکنید. خوبیش هم بدیش هم اینه که اگه 12 کلمه رو نتونید ازش خوب مراقبت بکنید مطمئنا این 12 کلمه اگه دزدیده بشه یا دست کسی بیفته میتونه از این 12 کلمه به عنوان صاحب ولت استفاده بکنه و هیچ جای شما رو نمیگم شما رو به عنوان صاحب ولت نمیشناسم ولی ایشون دیگه صاحب اون ولته و میتونه هر کاری که دوست داره انجام بده. معمولا میان انتقال میدن که بازم میشه بازیابی کرد ارزهای دیجیتال. بله خب ما مجدد وارد صفحه کوین مارکت کپ میشم. بله عرض کردم پس از این قسمت میتونید در مورد اطلاعات ولت و چگونگی نصب ولت و کلید عمومی و خصوصی هرچند خود ولت هم بهتون اینو یادآوری میکنه تو طول بحث. بله حالا عرض میکردیم که پس ما یه زمان پس اولین قدمی که لازم داریم اینه که بیایم وارد صرافی بشیم، احراز هویتامون رو انجام بدیم در اون صرافی، ولتمون رو بسازیم و بعد از اینکه ولتمون رو ساختیم ما در حال حاضر دیگه نیازی به حداقل تو جلسه اول و دوم نیاز به چیز دیگه ای نداریم و نیاز بعدی که برامون به وجود میاد نیاز اینه که بتونیم سایت های اصلی رو بشناسیم. بر فرض مثال اگر ما میخوایم قیمت دقیق میوه و تره بار رو بدونیم نیاز به این داریم که بریم میدون میوه و تره بار. اگه نیاز به این داریم که قیمت لوازه آهن رو بدونیم خب ما باید وارد سایت آهن آنلاین بشیم و از اونجا قیمت دقیق آهن ها وجود داره. در بخش ارزهای دیجیتال هم وقتی که ما بخوایم اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال داشته باشیم وارد صفحه کوین مارکت کپ میشیم و از این بخش میتونیم تمام ارزهای دیجیتالی که نیاز داریم رو اینجا پیدا بکنیم. یا اینکه بر فرض مثال یک پروژه‌ای به ما معرفی شده و ما می‌خوایم این پروژه رو دنبال بکنیم میتونیم بریم از این بخش سرچ بکنیم و هر ارز دیجیتالی که خواستیم رو بهمون نشون بده تا اینکه بتونیم قدم‌های بعدیمون رو برداریم و در مورد اون ارز دیجیتال اطلاعات بیشتری کسب بکنیم. در خود ارزهای دیجیتال هم که توضیح دادیم در گذشته یا جلسه قبل خدمتتون که شما میتونید پس از اینکه وارد هر کدوم از این ارزها شدید اطلاعات کاملتری رو در از این قسمت ها داشته باشید. خود سایت وایت پیپر گیت هاب و ردیت که یکی از فضاهای مجازی جدیده. گیت هاب هم برای افراد برنامه نویسیه که میخوان مشارکت داشته باشن در
ارزهای دیجیتال همونجوری هم که عرض کردیم ارزهای دیجیتال یعنی اوپن سورس هستن، یعنی اینترنت باز هستن، یعنی هر فردی میتونه اونا رو ارتقا بده و عیب‌هاشون رو برطرف بکنه. بله، گزینه بعدی که ما نیاز بهش داریم سایت پوکوین هست. سایت پوکوین سایتیه که به ما پشتوانه مالی رو بهمون میده، پشتوانه مالی ارزهایی که پشتوانه مالی ارزها رو بهمون نشون میده که هر ارزی چقدر پشتوانه مالی داره، چقدر جابجایی داره، در چه جایگاهی هست از نظر مالی، در چه جایگاهی هست و چه مسیری میتونه در اون روز، لحظه و ثانیه داشته باشه. منتظر میمونیم باز بشه صفحه. بله پوکوین حالا پوکوین تمام ارزهای دیجیتالی که بر بستر بایننس اسمارت چین فعالیت میکنن رو بهمون نشون میده. ما منتظر میمونیم تا وارد بشه. میبینید ما در حال حاضر وارد سایت پوکوین میخوایم بشیم و تو اون لحظه اومد و ولت ما رو اعلام کرد که میخواد وصل بشه، که ما کنسلش کردیم. در این گوشه سمت راست ما نیاز به این داریم که ولتمون رو کانکت کنیم و زمانی که ولتمون رو کانکت کنیم بر اساس ولتمون سرچ میشه و اطلاعات ولتمون در این بخش نمایش داده میشه. ما بر فرض مثال میخوایم بریم ارز بیبی دوج کوین، یکی از ارزهایی که بر بستر ارز دیجیتال یا شبکه بایننس اسمارت چین فعالیت میکنه. منتظر میمونیم تا بالا بیاد این سایت. پس الان دارید کم کم متوجه میشید که اگه زمانی یک فردی بهتون یک ارز دیجیتالی رو معرفی کرد، شما در ابتدا نیاز به این دارید که وارد سایت کوین مارکت کپ بشید و اونجا اون ارز رو سرچ بکنید و بیایید اطلاعاتی رو از اون ارز به دست بیارید، از وایت پیپرش، از سایتش، از اینکه چه زمانی به وجود اومده، چه کارهایی رو میخواد انجام بده در حال حاضر، در چه مسیری هستش. اینا رو بعد از اینکه چک کردیم و تایید گرفتیم نیاز به این داریم که وارد سایت پوکوین بشیم و وارد سایت پوکوین بشیم و اطلاعات آماری در مورد پشتیبان یا پشت این ارز دیجیتال یا مبحث مالی این ارز دیجیتال رو ببینیم که چقدر این ارز دیجیتال پشتوانه مالی داره. بله، همونجور که مشاهده میکنید ارز دیجیتال بیبی دوج کوین رو در حال حاضر داره به ما نمایش میده. در این مبحث در پایینش میتونه چارتش رو بهمون نمایش میده. در اینجا میاد در مورد اینکه اصلا و چه بستریه بهمون نشون میده. در اینجا میاد توتال ساپلای، کل مقدار ارزی که
تعداد ارزی که ارز بیبی دوج کوین داره رو در اینجا بهمون نمایش میده. مارکت کپ بازار رو بهمون نمایش میده که حدود 404 میلیون دلار. پشتوانه این ارز دیجیتال بیبی دوج کوین رو در صرافی پنکیک سواب، بله پنکیک سواب ورژن 2 میبینیم که حدود 13 میلیون دلار پشتوانه مالی داره. در پنکیک سواب. در بیبی دوج سواب 1,972,000 دلار پشتوانه مالی داره و در سایت پنکیک سواب ویدو مجدد میبینیم حدود 10,000 دلار پشتوانه مالی داره. هرچی که میریم پایین تر مجدد باز میاد به بیبی دوج سواب دوباره 6,000 تا بر بستر USDT داره. اونجا اونا بر بستر بایننس بود، یعنی بیبی دوج به BNB رو داشت بهمون نشون میداد یا اونجا، و در پایین هم میتونیم هر کدومش رو ببینیم. پس یعنی که ما در بحث ارزهای دیجیتال بیبی دوج کوین اگه ارز و خرید داشته باشیم، ما در ارزهای دیجیتال میگیم فروش یک ارز خیلی مهمتر از خرید یک ارز. چرا؟ چون شما شاید هر ارزی رو بخرید، هر مقداری سود بهتون بده، ولی زمانی که بازاری برای فروش نداشته باشه یا اگه حتی بازاری داره، در این قسمت ما باید ببینیم که در چه بازارهایی که ما ازش بهش دسترسی داریم، که در حال حاضر ما به پنکیک سواب و خود بیبی دوج سواب هم دسترسی داریم برای جابجایی ارز دیجیتال بیبی دوجمون به BNB یا USDT یا دلار دیجیتال، که پس میتونه این ارز نظر مالی بنیه قوی داره و ما میتونیم به راحتی از نظر مالی حداقل به این ارز اعتماد بکنیم و بتونیم اینو داشته باشیم. در گزینه‌های پایین‌تر حالا کانترکت آدرس و ترانزکشن که کاری باش نداریم، در مبحث هولدرها ما میتونیم ببینیم این ارز دیجیتال چند تا هولدر یا چند تا نگهدارنده داره، در ابتدا از کجا اومده، که اونا رو سعی میکنیم بذاریم برای جلسات آینده که اصلا چجوری ما میتونیم یک ارز دیجیتال رو رهگیری بکنیم، هش تراکنش ها به چه دردمون میخوره، لینک های تراکنش رو ما چطور میتونیم بازیابی بکنیم، به چطور میتونیم داشته باشیمش و مسائل و بحث هایی از این قبیل. همونجور که مشاهده میکنید باز اینجا در مورد کل ارز دیجیتال داره صحبت میکنه. 420 میلیون میلیارد عدد توکن داره ارز دیجیتال بیبی دوج کوین و حدود 1,867,317 نفر هم این ارز دیجیتال رو دارن. در اینجا میاد مجدد هولدرهاشو بهمون نشون میده. نول این یعنی ولت اصلی این ارز دیجیتاله اگه اشتباه نکنم، خیر ولت سوخته ارز دیجیتاله، یعنی این ارز دیجیتال در حال حاضر حدود 51% از ارزهای دیجیتال خودش رو سوزونده به ارزش 422 میلیون دلار که همینجور که مشاهده میکنید حدود 216 میلیون میلیارد از این توکن میشه. در گزینه دوم که میشه ولت اصلی خود شرکت هستش، خود پروژه بیبی دوج هستش که حدود 14% از این ارز که میشه حدود 59 میلیون میلیارد اگه اشتباه نکنم بله ببخشید 59 میلیون میلیاردش دست خود صاحب پروژه هستش یا تیم پروژه هستش. صرافی اوکی اکسچنج ایالات متحده حدود 3% از این ارز دیجیتال رو داره. مجدد ارزهای دیجیتال یا صفحه های دیگه یا ولت های دیگه در این دوتا بخشش شماره 4 و شماره 5 وجود داره که میبینیم حدود 3% و 2% دارن که مشخص نیستن چه افرادی هستن. خب ما پنکیک سواب رو میبینیم که حدود 1.5% داره. مکسی رو میبینیم، دوباره اوکی اکسچنج هات ولت رو میبینیم، دوباره بای بیت هات ولت و ولت های سخت افزاری. اوکی اکسچنج اوکی اکس رو میبینیم، بای بیت رو میبینیم، مولتی چاین رو میبینیم که اینا همشون صرافی های ارز
دیجیتالی هستن که در این قسمت باز کوکوین رو میبینیم و ارزهای دیگه ای که وجود دارن و میتونیم مشاهده بکنیم. ما میتونیم حتی به صفحه آخرش بریم و ببینیم که آخرین دارنده هاش چه تعدادی هستن، چه تعدادی دارن و بله از حدود 5000 میلیارد یا 5 کواد شروع میشه که حدود 1000مین نفر که 13% داره به ارزش $10,277. بله مجدد وارد سایت پوکوین میشیم. ما از گزینه بیبی دوج هولدر استفاده کردیم. البته چکر ولت چکر میتونیم ولت رو کاملا چک بکنیم در طول مسیر، بیت کوین و بقیه مسائلی که وجود داره. در پایین هم ما میتونیم تراکنش ها رو ببینیم، تراکنش های آخری که به وجود اومده در چه بازه زمانی بوده، چقدر خریداری شده، چقدر فروش داشته. در حدود $12 حدود 6 میلیارد عدد از این ارز رو خریده در ساعت 15 و 7 دقیقه و 7 ثانیه که ما در حال حاضر میبینیم چند ثانیه ازش گذشته. سایت پوکوین رو داشتیم عرض میکردیم خدمتتون. سایت بعدی که نیاز داریم بهش دسترسی داشته باشیم یا حداقل ازش استفاده بکنیم، سایت فقط تعداد رو ببینم که حدود 25 تعداد. سایت دکس ویو بود عرض میکردم خدمتتون، ببخشید. بله سایت بعدی که عرض کردیم خدمتتون سایت دکس ویوه که شما نیاز به این دارید که از این سایت بتونید استفاده بکنید و برید توش و آگاهی بیشتری کسب بکنید در مورد این مبحث و مباحث ارزهای دیجیتال و قیمت لحظه‌ای، تعداد خریدارای روز، چقدر خریدن هر کدوم یا چه مقداری فروش داشته امروز، تعداد فروش امروزش و اطلاعات دیگه‌ای که الان واردش میشیم و بیشتر میتونیم ازش استفاده بکنیم. بازم یک سایت غیر متمرکز سایت دکس ویو و ما میتونیم از این گزینه سمت راست ولتمون رو کانکت بکنیم. ولتمون زمانی که میخوایم ولت رو کانکت بکنیم میایم ولتمون رو انتخاب میکنیم. در اینجا میایم مجدد، حالا اینا دیگه به شما نمایش نمیده، منتظر میمونیم تا یه بار حداقل وصل بکنیم. پوکوین رو وصل نکردم چون یکم سایت نمیشه گفت خطرناکیه، ولی سعی میکنیم با ولت های قوی تر وارد سایت پوکوین بشیم حداقلش، اگه نیاز به نصب شدن بهش داشته باشیم که در 90% اوقات اصلا نیازی به نصب شدن در پوکوین نداریم. بله میبینیم که ولت ما در حال حاضر اینجا نصب شده و میاد در مورد بالانسمون رو نشون میده که هر زمانی وارد هر سایتی از ارزهای دیجیتال یا سایت وب 3 شدید حتما در انتها دیسکانکت رو بزنید تا اینکه ولتتون ازش خارج بشه. در صورتی که ولت شما نصب باشه، اگه این سایت مورد حمله هکرها قرار بگیره طبیعتاً ولت شما هم هک خواهد شد. چرا؟ چون هنوز ولت شما وصله به این سایت. حالا اگه ولتتون قطع باشه طبیعتاً هر چقدر هم هکرها حمله بکنن به این سایت مطمئناً به ولت شما نمیتونن آسیبی بزنن. مجدد میریم وارد بیبی دوج کوین بشیم تا اینکه ببینیم چه داده هایی رو دکس ویو به ما ارائه میده. مجدد میاد در این بخش بهمون توتال ساپلای یا مقدار ارز رو نشون میده، پرایس یا قیمت رو نشون میده. میگه
و مارکت کپ بازار رو بهمون نشون میده. حالا این مارکت کپی که در دکس ویو ارائه میشه مارکت کپ حقیقی و لحظه‌ای کامله که میگه حدود 287 میلیون مارکت کپ داره، یعنی بر اساس مقدار عرضه‌ای که شده ضرب در قیمت این ارز دیجیتال مارکت بازار رو به وجود میاره و مارکت کپ کل هم میاد کل 420 میلیون میلیارد رو ضرب در این عدد میکنه و اونو بهمون تبدیل به مارکت کپ کل نشون میده. میگه در 24 ساعت گذشته حدود 74 میلیون دلار، معذرت میخوام 74 هزار دلار از این ارز خرید و فروش شده که حدود 944 نفر اون رو جابجا کردن و حدود 2.48 یعنی 2.5% هم ریزشی بوده و کاهش پیدا کرده. در این گزینه هم که در مورد گردش BNB یا گردش کلی این ارز دیجیتال در سایت پنکیک سواب رو بهمون نشون میده که حدود 13 میلیون و 200 هزار دلار مجدد بر اساس اولیه 13 میلیون بر اساس W یا VBNB. گزینه بعدی که حدود 10 هزار دلار باز هم همون خود سایت پنکیک سواب بر اساس USDT و در سایت بیبی دوج سواب میبینیم بر اساس USDT 6700 دلاره، بیبی دوج سواب بر اساس VBNB یا WBNB 4300 دلاره و بقیه مسیری که مطمئنا میتونید خودتون برید و مشاهده بکنید. دکس ویو این سایت رو یا این ارز دیجیتال رو در یعنی نمره 50 بهش میده از 100 نمره که میتونه نمره قابل قبولی باشه برای این ارز دیجیتال، هرچند نمره‌ای که سایت ها به ارزهای دیجیتال میدن تفاوته، یعنی داده محکمی نیستن برای سرمایه گذاری ما. پس سعی کنیم بیشتر خودمون ازش بهره ببریم و بیشترین چیزی که بهش استناد میکنیم گردش مالی روز اون ارز دیجیتاله و یا شاید در این بخش و مقدار بازاری که در هر صرافی که ما در دسترسمون هستش در اونجا میتونیم ازش استفاده بکنیم، از اینا میتونیم استفاده بکنیم. طبیعتا خیلی بهتر و کاملتر میتونه بهمون جواب بده. در این گزینه هم ما میتونیم حتی مشاهده بکنیم که ربات هایی که به این سایت وصل هستن یا ربات هایی که در حال خرید و فروش هستن، ما میبینیم در این گوشه عکس ربات میاد و شخص هایی که حالت عادی خرید و فروش میکنن بدون ربات به نمایش داده میشه بهمون. تو هر کدوم از اینا گزینه هایی که داره میگه یعنی یک بار خرید و فروش کرده، باز میایم پایینتر میگه یعنی خرید که نه، اونایی که پایینش قرمزه میشه فروش، اونایی که سبز میشه خرید. و در پایین میبینیم اینجا ایشون 2 بار فروخته، ایشون 2 بار فروخته و همینجوری میتونید برید پایین و بقیه رو نگاه بکنید. یه جایی هم میتونید حتی ربات ها رو خاموش بکنید و جابجایی‌هایی که آدم‌های عادی انجام میدن رو حداقل داشته باشید، نه اینکه ربات‌ها آدم‌های عادی نباشن. آدم‌های عادی هستن که به ربات‌ها دستور میدن یا برنامه میدن که بتونن اینها وارد این بازار بشن و ارزها رو در کف قیمت‌ها خرید و در سقف قیمت‌هایی که خودشون مشخص میکنن یا بر اساس اون خطوطی که رسم میکنن به این ارزها نشون میدن، به این ربات‌ها اعلام میکنن که در این بازار شما خرید و در این بازار فروشتون رو داشته باشید. در گزینه بایوسل این ارز دیجیتال هم همونجور که مشاهده میکنیم ما بعضی 10% خرید 10% فروش داریم که میتونه نسبت خوبی باشه برای یک ارز دیجیتال. این هم از سایت دکس ویو خب اطلاعات بیشتری داره که میتونید با گردش در این بازار یا اینکه شبکه‌هاتون رو تغییر بدید در این کنار بر اساس نوع ارزی که خودتون تشخیص میدید یا اینکه بر اساس
اطلاعاتی که بهتون میده شما هم بر همون اساس وارد اون ارز بشید و بررسی کاملتری نسبت به اون ارز داشته باشید. سایت های دیگه هم هست مطمئنا. ما کلا شاید چند 10 دقیقه و زمان داریم، اگه به من اجازه بدید اون بقیه رو در جلسات بعد بهتون اعلام بکنم. در سایت پوکوین هم مجدد شما میتونید کل ترانسفرهای این ارز دیجیتال رو مشاهده بکنید. کل صفحه تا حالا نبود. ببخشید صفحه رفته بود، منم چون تو صفحات دیگه بودم نتونستم متوجه بشم که صفحه رفته. بله، در اینجا هم میتونیم ما مجدد در مورد ساپلای، یعنی کل ارزهای دیجیتالی که وجود، کل توکنی که از این ارز دیجیتال وجود داره، هولدرهایی که وجود دارن، توتال ترانسفر یعنی مقدار ترانسفر هایی که موجود بوده حدود 8,280,000 عدد ترانسفر داشته و در اینجا هم حتی ببینیم در دقایق گذشته چه تعدادی از این ارز جابجا شده، از چه صرافی خریداری شده یا از چه شخصی خارج شده و به چه شخصی وارد شده این ارز دیجیتال. میتونیم اینا رو هم مد نظر خودمون قرار بدیم. در گزینه‌های بعدی این مبحث هم میتونید اطلاعات بیشتری داشته باشید از اینکه هولدراش کیان، اینفوهاش چیه، دکستریت کجاست و اطلاعات دیگه از این قبیل که در حال حاضر میبینید باز هم مبحثی که یک بار با هم دیگه بررسیش کرده بودیم. مجدد برمیگردیم تو بحث صفحه پوکوین. کانترکت آدرس میگه حدود 1011 نفر در 24 ساعت گذشته از طریق سایت پوکوین به این صفحه وارد شدن و این صفحه رو نگاه کردن یا شاید خریدن، شاید فروختن، در صورتی که ما میتونیم در سایت های دیگه خریداری بکنیم. پوکوین سخت بهمون اجازه خرید و فروش میده، ولی سایت های دیگه مثل پنکیک سواب، بر بستر بایننس حداقل پنکیک سواب و بیبی داش سواب سایت هایی هستن که میتونن بهمون اطلاعات داده‌ای بهتری رو بدن. لطفاً مباحثی که امروز با هم دیگه صحبت کردیم در موردش حتما برید و خودتون یک سرچ داشته باشید. حتما اون مباحثی که عرض کردیم خدمتتون در صرافی‌ها، در ولت ها، در سایت ها ثبت نام داشته باشید. در سایت کوین مارکت کپ ثبت نام کنید، سایت پوکوین و دکس ویو که نیازی به ثبت نام نیست و شما نیاز به این دارید که از ولتتون استفاده بکنید برای ورود یا خروج کردن ازش، وارد بحث ارزهای دیجیتال بشید. اگر فردی بخواد در مورد ارزهای دیجیتال اطلاعات کاملی به دست بیاره، سایت کوین مارکت کپ سایت کاملا عالیه برای این مبحث، ولی خب نیاز به این دارید که جدا از اون سایت به سایت های دیگه هم دسترسی داشته باشید. در واقع اگه بخوایم شغلمون رو با مکانیکی تطابق بدیم، یکی از ابزارهایی که یه مکانیک داره و به کارش کاملا میاد آچار فرانسه است، ولی از ابزارهای دیگه هم نیاز داره که استفاده بکنه. ما آچار فرانسه‌مون کوین مارکت کپه. بله، مثل اینکه کلاس هم تموم شده. خب من ادامه میدم مجدد. بله، ما عرض میکردم که کوین مارکت کپه و شما میتونید از این سایت به اطلاعات جامع و کاملی دست پیدا بکنید که امیدوارم توی این مسیر موفق باشید. تا دیدار بعدیمون که روز چهارشنبه میشه، شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.